استاد من همینجا ساختمان کار میکنیم یک 20 کسی. همین برادرها گفتن که ما تاجیکستان را میتیم. من ای فکری خودم گفتم که خوب میشه نرخی همینجا تاجیکستان را تیم، ولی که شما در اینجا روزه میگیره مثال وقتی ساعتی معین کرده همینجا کتی مثال تاجیکستان را میشه قریب 30 سومون نرخی اینجا کتی که نمیدونم درسته نه درسته لیکن خیلی خوب میشه. خوب است اون 8 سامانش برای اون آدمایی که خداشون فقیر هستن خداشون صدقه همونها 8 سامانش تیان همیشه اونها هم باید حق روزشون تیان آخر اینو به حق بدن از حق مال نیست. صدقه فطر از نوع زکات هست که این زکات بدن است زکات مال نه زکات بدن این هر یک آدم میتید خودش گرفتگی باشدم سزاوار باشدم اون هم میتید تا اینکه روزش صحت سلامت براید یعنی کمبودی های روزه برای بخشیده شدن است این صدقه فطر. آدمی که کمبغل است اما 8 سامانش تید آدمای میانه و 30 سامان تید آدمای پولدار 60 80 میزه قیمت چند پول 2.5 کیلو میزه حساب میکند میتید نرخش. حالا ان شاء الله در این باره صحبتی وسیع میکنیم مفصل.